آقای هستن 58 ساله که ما 1 سال پیش تعویض همزمان مفصل زانو رو براشون انجام دادیم. خب ما تقریبا همه مریضا رو با پروتز دپوی شرکت جانسون اند جانسون آمریکا انجام میدیم که حالا هم کیفیت پروتز بهتره و هم ورژن‌های جدیدترش تو دستمون هست. خب ما رنجی که نیاز داریم 90 و 110، یعنی اگر کمتر از 110 زانوش خم بشه، به این حالت نباشه، از پله دیگه سخت بالا و پایین شدن، چون کاملا 110 درجه رو باشون خم میشه و به صورت فول اکستنشن با صاف، هیچ زاویه‌ای با کف تخت نداره. این نمونه یه جراحی موفقه که فلکسیون و اکستنشن بر اساس اون چیزی که مد نظر ما هست داره انجام میشه. قدرت عضله 400 هم بعد از ترمیم پاتون مستقیم بیاریم بالا بالا بالا. اون کیپا وقتی مریض کاملا SLR میکنه و پا کاملا بالا میاد، نشون میده که عضلات 400 شون هم که بعد از حالا شکافتن و جراحی اینا هست قوی هست و رنج طبیعی و زندگی روزمرهشون رو میتونن انجام بدن.